ابو سعید خدری، سعد بن مالک بن سینان الخدری گفتند که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین گفتند: یوشیکو، معنای یوشیکو یعنی قریب است که بهترین مال مسلمان گوسفند شود، برای آنکه در آخر زمانه هر تجارت شبهه های دارد، هر تجارت آمیخته به ریبا دارد، هر تجارت یک مسئله های دارای هست، یک مسئله های واردی هر یک تجارت شده است که مسلمان را به شبهه گرفتار کرده است و همه آنها حلال است یا حرام است آن را نمیدانند. چون که خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث گفتند: الحلال بین و الحرام بین. حلال معلوم است و حرام معلوم است و بینهما امور مشتبهات، لیکن بین حلال و حرام بسیار کارهای هست که مشتبهات است. به حلال هم مانندی دارد، به حرام هم مانندی دارد. لا یعلمهن کثیر من الناس، بسیار مردم حکم آن را نمیدانند و مسلمان در حیرت می افتد که این فتنه است. بنابراین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم تا زمانه به نزدیکی به سری مسلمان ها می آید که بهترین مال مسلمان گوسفند می شود و این دلالت به فضیلت گوسفند چرانی می کند که همه پیغمبرها گوسفند چرانیده هستند. بهترین مال مسلمان گوسفند می شود. این هم گوسفندهای نارینه و مادینه هم بزها را در بر می گیرد. بز هم از جنس گوسفند است. بهترین مال مسلمان گوسفند می شود. یتبع بها شعف الجبال، شخص مسلمان بالاهای کوه را می کابد و مواقع القطر، آن موضع هایی که به آنجاها باران بسیارتر می بارد، یعنی مکان های سبززار و وادی های سیر علف را برای گوسفندانش می کاود و منظورش چی است؟ مقصدش چی است؟ یفر بدینه من الفتن، از فتنه ها دین خود را گرفته می گریزد. فتنه، بلا، مصیبت، شبهه ها به تجارت مسلمان ها و عموما به دیار مسلمان ها می فراید. حتی انسان نمیتواند طبق دینش چخیلی که از آسمان نازل شده است همان گونه نمیتواند عمل کرده. بنابراین برای احتیاط دین خود، برای محافظت دین خود، مال و ملک، خانه دل خود را ترک میکند و میگریزد برای محافظت دینش. گفتن که در بالاهای کوههای و در کوهسارها گوسفندهایی را میگیرد و به پاییدن و چرانیدن گوسفند مشغول میشه. دیگر از فتنه های دنیا و از مشکلی های دنیا خسته میشود. برای محافظت دینش که چند روز از این دنیا دیگه باقی مانده است نمیداند، برای اینکه الله تعالی را با یک دین سلیم واخورد، فتنه ها را ترک میکند و برای محافظت دین گفتن به صحراها، به کوهسارها برآمده گوسفند چرانی میکند. و این را امام بخاری در کتاب ایمان ذکر کردن. برای چی؟ برای آنکه مؤمنی که به دین خود اهمیت میدهد بهتر است از آن مؤمن یا مسلمانی که به دین خود نه آنقدر اهمیت میدهد. بعضی مسلمان ها هستند که اساس در نظر آنها دنیا هست. بله دیندار هم هستند، نماز هم میخوانند، لیکن اساسی توجهی آنها به پول و مال است. در کدام کشوری که آنها زندگی آنها خوب است، مال مییابند، دیگ آنها میجوشد، به همین چیز اهمیت میدهند. در آن دیار آیا تعلیمات دین هست، نمازی با جماعت هست، طبق شریعت عمل هست، نیست، به این پروایی ندارند. اما آن مسلمانی که برای حمایه دینش، برای احتیاط دینش، برای خودش یک مکانی را میجوید تا اینکه آزادانه یا اینکه خیلی که الله و رسول صلی الله علیه و سلم امر کرده است همان گونه طبق دین عمل کردن برای خود چنین جایی را میکابد، البته دینداری این انسان از دینداری آن فرق میکند. مادامی که فرق میکند، این دلالت میکند که ایمان همه مسلمان ها در یک رتبه نیست، بلکه ایمان بعضی ها زیاد است و ایمان بعضی ها کم است. و این گریختن با دین خود و هجرت کردن از یک دیار به دیار دیگر از دینداری انسان است و از ایمان بنده وابسته است
و این دلالت میکند که گریختن در هنگام فتنه برای محافظت دین این عمل است و عمل از ایمان است و ایمان زیاد می شود و کم می شود. و امام بخاری رحمت الله علیه با آوردن این حدیث عقیده اهل سنت و الجماعت که ایمان قول است و فعل است و زیاد می شود و کم می شود آن را با این دلیل ها اثبات کرده استادند. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.